خدا، با عرض سلام حسنات امیری هستم. توجه شما را جلب می‌دارم به اخبار این ساعت از رادیو شمله. مقام‌های ننگرهار میگوید حاصلات گندم به 200,000 تن خواهد رسید. مقام‌های ننگرهار میگویند در سال جاری حاصلات گندم در این ولایت حدود 200,000 تن خواهد بود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار روز گذشته سه شنبه 4 جوزا به رسانه‌ها گفت که هزاران تن تخم اصلاح شده به دهقان توزیع شده است. در ننگرهار از طریق اداره زراعت 652 تن تخم گندم اصلاح شده به دهقان توزیع گردیده که در حدود 69,000 هکتار زمینی که شده و به اساس تخمین حدود 200,000 تن گندم حاصل خواهد شد. به گفته آقای خوگیانی در سال گذشته در ولایت ننگرهار گندم پیش از 19,000 متریک تن حاصل داشت. ادامه خبرها. مقام‌های پروان میگوید 2 تن از سوی افراد ناشناس به قتل رسیدند. مقام‌های امنیتی پروان میگوید 2 تن توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده‌اند. محمد صادق هاشمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندان امنیتی ولایت پروان به رسانه‌ها گفت دیروز سه شنبه 4 جوزا افراد مسلح یک عسکر ریاست امنیت ملی را همراه با پسر کاکایش در منطقه انچوی ولسوالی سیدخیل این ولایت هدف تیراندازی قرار داده به قتل رساندند. با گفته آقای هاشمی افراد مسلح ناشناس از ساحه فرار کردند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. خبری اخیرم خبری ورزشی. تیم ملی فوتبال افغانستان تیم اندونزیا را شکست داد. در مسابقه دوستانه دیروز سه شنبه 4 جوزا تیم ملی فوتبال افغانستان 3 در برابر 2 تیم اندونزیا را شکست داد. این بازی ساعت 7 شام دیروز به وقت کابل در دبی آغاز شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان با آنکه به دلیل همهگیری ویروس کرونا برای 1.5 سال از مسابقه دور مانده بود خوب درخشیدند. تیم افغانستان از 5 روز به این سو در امارات متحده عربی به تمرینات آغاز کرده. قرار است یک بازی دوستانه دیگر نیز بین تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سنگاپور تا یک هفته دیگر برگزار شود. گفته می شود بعد از این بازی تیم ملی فوتبال افغانستان به طور رسمی در بازی‌های بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار. تا سلامی بعد پیدرود.